پسرک با نام عادل در مکتب با بهای خوب و اعلا میخواند. به همه سوالها خوب جواب میدهد. بعد از درس به خانه آمده بغیر از وظیفه خانگی باز درس‌های علاوگیش را تیار میکند. بعد درس‌هایش را تیار کردن جوزدان ورزشیش را گرفته به مشق تایکواندو میرود. حجره عادل پر از افتخارنامه‌ها و مدال‌ها است. پدر و مادر باشد با فرزند خود بسیار میفخرند که چنین پسری اعلیخوان با سواد و قهرمان دارند. آنها به خلاصه آمده در روز زادروزش به عادل یک سمارتفون تحفه کردند. زادروز مبارک پسر جان. انا این باشه تحفه ادانه تو. تشکر. عادل سمارتفون را گرفته بسیار خرسند می شود. بله. از بین روزها می گذارد. عادل باشد چشم از سمارتفون خود نمی کند. در درس ها نشستگی است که خوابش می گیرد. معلم به او سوال می دهد. عادل باشد جواب داده نمی تواند. تیار نیستم. در خانه آمده کمی با وظیفه های خانگیش مشغول می شود. در همین لحظه سمارتفونش زنگ می زند. عادل گوشی را برداشته با کدام یک همسینفش صحبت می کند و وظیفه خانگی را فراموش می کند. حتی با مشق تایکواندو نیز نمی رود. صبح از خواب برخسته وظیفه خانگیش رو روی میز درس تیار کنیش میبیند و به خود میگوید یک روز به درس نروم هیچ گپ نمیشدگیست. عادل جان خیز از خوابت، وقتی مکتب رویت شد پسر جان. در درون حمام در زل مشق هنگام خوراکخوری در حولی مکتب در کوچه در اتوبوس خلاصه در همه جا چشم از سمارتفون خود نمی کند. سلام پسر جان. و علیکم سلام پدر. وظیفه خانگیت را تیار کردی؟ حاضر کمی دیگر بازی کنم بعدا مشغولی وظیفه خانگی می شوم. بسیار خوب. امروز راهبر صنفت به من زنگ زد. از راستی؟ چی گفت؟ گفت که وقتای آخر پسرتان هوس خواندن ندارد. در درس ها خوب فعالیت نمی کند. روز دراز کارش با تلفن بازی کردن است. پسر جان، من این سمارتفون را برای آن گرفتم که آموختن علم برایت افزون شود. مثلا چی طور؟ مثلا در تلفن خود می توانی کتاب‌های درسی، لغت‌های زبان انگلیسی و روسی را جای کنی. آید به ترقیات تکنیکی زمانوی معلومات‌های نو داشته باشی. مشق‌های گوناگون تایکواندو را بیاموزی، مسابقه‌های جهانی را بینی. با ما دائم در تماس باشی تا اینکه ما خواطر نشویم پسرم. راست میگوید پدر. پسرم، من خوبی تو را میخواهم. بازی کردن گیر، من زید نیستم، لیک در برابر این با درس و مشق خود فعال باش. خوب شده است پدر. ما همراه مادرت از تو بسیار امیدها داریم پسرم. من به شما وعده میدهم که از امروز درسای خود را سری وقت اجرا کنم. آفرین پسرم. انا اکنون از پی وظیفه خانگیت شو. سلام رستم. سلام عادل. هی برای چی امشب تلفنت خاموش بود؟ زیان قدر جالب نشد. تلگرام هم یک چند پیام فرستادم جواب ننوشتی. یک لحظه دوستم، یک لحظه. از روزی که من صاحب سمارتفون شدم از همه چیز ماندم.
масалан ба дарсҳо хуб ҷавоб намедиҳам, дар вақти машқ кардан ғолиб мебаромадам, ҳозир бошад мағлуб мешавам. Вақти хурохрӯи смартфон, вақти дар сайркунии смартфон, ҳатто дар ҳамомам чашм аз смартфони худ намекандам. барои ҳамин аз имрӯз дар телефони худ китобҳои дарсии худро ҷо намуда, аз он ҷо маълумотҳои зиёди дарсиро пайдо мекунам. ана вақти дарс ҳам шуд, хез рафтем ба дарс дер накунем.